اسفند 1359 شهر هورنه در آلمان شبی رو تجربه کرد که دیگه هیچ وقت از حافظش پاک نمیشه. ماجرا با ناپدید شدن یه پسر نوجوان آغاز شد. غیبتی کوتاه که خیلی زود به کابوس واقعی تبدیل شد. وقتی خانواده وارد خونه شدن، زیرزمین پرده ای از حقیقتی برداشت که تصورش هم سخت بود. بدنی بیجان غرق در خون با ده‌ها ضربه چاقو، کودکی که دیگه فرصتی برای زنده موندن نداشت. همزمان تصاویر این جنایت در فضای مجازی دست به دست می شد. عکسایی که قاتل با خونسردی فرستاده بود انگار نه از یک قتل بلکه از یک بازی صحبت می کرد. ترس به سرعت در شهر پخش شد. پلیس حالت آماده باش اعلام کرد. مدارس تحت مراقبت قرار گرفتن و به خانواده‌ها هشدار داده شد که کودکانشان را تنها نذارند. چند ساعت بعد فاجعه دیگه‌ای آشکار شد. در آپارتمانی که شعله‌های آتش از پنجره‌های اون زبونه میزد، جسد مرد جوانی پیدا شد. این دومین قربانی بود. هر دو قتل به یک نام گره خورده بود: مارسل ها، جوانی 19 ساله که پس از جنایت ناپدید شده بود و کل شهر رو در وحشتی خاموش فرو برده بود. این پرونده فقط روایت دو قتل نیست، داستان لحظه‌ایه که یک شهر فهمید امنیت میتونه در کسری از ثانیه کلاً فرو بپاشه. پسر 9 ساله‌ای به نام جیدون اف در شامگاه 6 مارس سال 2017 ناپدید شد. مظنون اصلی قتل این کودک مارسل جوان 19 ساله از شهر هورنه بود که در خانه مجاور زندگی میکرد. اون از خانواده جیدون پرسیده بود آیا پسرشان میتواند برای نگه داشتن یک نردبان به خانه او بیاید. خانواده هم متاسفانه کودک خودشونو فرستاده بودن. به محض ورود این کودک، مارسل اونو به زیرزمین میبره و 10 ضربه چاقو بهش میزنه و از محل فرار میکنه. تصاویر مربوط به این جنایت که از طریق واتساپ ارسال شده بود، مدت کوتاهی بعد توسط یکی از آشنایان مظنون در وبسایت فیرچان منتشر شد. کاربران اونجا از مظنون خواستند که اون خودشو هر چه زودتر به پلیس معرفی کنه و اون هم در نهایت همین کارو کرد و با پلیس تماس گرفت و جزئیات رو تعریف کرد. پلیس در تاریخ 6 مارس حدود ساعت 2:30 شب به خونه این جوان 19 ساله در خیابان فلیته در محله اونزرفریتز رسید. در آن زمان ناپدری کودک گم شده به همراه یکی از 2 پسراش از در باز تراس وارد خونه شده بودند و جیدون کودک را در زیرزمین پیدا کرده بودند. بدن کودک آثار متعدد ضربات چاقو داشت و تلاش‌های ناپدری برای احیای اون بی‌نتیجه موند. پس از دستگیری مارسل، کمی بعد در آپارتمانی در حال آتش سوزی در خیابان زودان در هورنه جسد یک مرد جوان کشف شد. این فرد کریستوفر آشنای 22 ساله مارسل بود. جسد او نیز دارای آثار متعدد ضربات چاقو بودند. پس از وقوع جنایت مظنون توی خونه خودش حضور نداشت و پلیس جستجو رو برای یافتن اون آغاز کرده بود. پلیس حضور خودش رو تو اطراف مدارس هورنه افزایش داد و خانواده‌ها توصیه کرد که اجازه ندن کودکانشان در فضای باز بازی کنند. در شامگاه 7 مارس سال 2017 حدود 40 ماشین پلیس با نزدیک به 100 مأمور به سمت ساختمان باشگاه گروه موتورسواران باندیدوس در هورنه اعزام شدند، چون احتمال خودسری و انتقامگیری شخصی مطرح بود. ناپدری کودک مقتول با این گروه ارتباط داشت و گفته میشد اعضای باند موتورسواران قصد دارن خودشون شخصاً به دنبال قاتل بگردن. با این حال پلیس تنها 10 نفر رو توی باشگاه موتورسواران یافت. سخنگوی شاخه باندیدوس بعداً اعلام کرد که فقط خود پلیس توانایی و امکانات لازم برای دستگیری قاتل رو داره، نه کس دیگه. در شهر وتر حدود 25 کیلومتری جنوب شرقی هورنه در 8 مارس سال 2017 دبیرستان خواهران شول برای چند ساعت محاصره و بازرسی شد. همچنین در 9 مارس 60 مأمور پلیس بیمارستان نورکو در شمال مونشنگلادباخ جستجو کردند.
از 9 مارس پلیس برای کمک به شناسایی مظنون بروشورهایی حاوی مشخصات مظنون میان مردم پخش کرد. تا اون تاریخ بیش از 1400 گزارش مردمی به پلیس رسیده بود. پلیس تمامی این 1400 گزارش مردمی رو جدی گرفت و به هر کدوم از آدرس‌ها مأمور اعزام کرد. اما متاسفانه هیچ وقت مظنون توی اون آدرس‌های داده شده پیدا نشد و جستجوی پلیس جدی ادامه داشت. پلیس توی اون چند روز اعلام آماده باش کرده بود و در تمامی بیمارستان، در تمامی شهرها، در تمامی مغازه‌ها پلیس همچنان جستجو میکرد. اما متاسفانه هیچ سرنخی و یا هیچ شاهدی وجود نداشت که بتونه تعریف کنه مظنون کجاست. بالاخره در 9 مارس سال 2017 مارسل ها در یک فسبوت یونانی در خیابان بیسمارک در هورنه خودشو به پلیس تسلیم کرد. دست چپ اون زخمی بود. اون هنگام دستگیری اشاره کرد که در نزدیکی در خیابان زدان آپارتمانی در حال سوختنه. آتش نشانی پس از مهار آتش جسد دوم را در اونجا پیدا کرد. مارسل ها به قتل ها اعتراف کرد و جزئیات و جنایات خودشو برای پلیس شرح داد. یکی از عوامل محرک این اعمال رد شدن درخواست او برای پیوستن به ارتش آلمان عنوان شد. اشاره او به قربانی دوم مربوط به همون آشنایی بود که بلافاصله پس از قتل اول به اون پناه داده بود. روز بعد زمانی که اون فرد اعلام کرد قصد داره پلیس رو در جریان بذاره، مارسل ها اونو نیز به قتل رسوند. پلیس اعلام کرد در بازجویی های مارسل هیچ وقت ابراز پشیمونی و یا همدردی نکرد، بلکه برعکس اون تازه طلبکارم بود. اون میگفت که مقصر خود قربانی ها بودن که منو به این دردسر انداختن. پلیس اونو یک قاتل و یک انسان خالی از عاطفه توصیف کرد. مارسل روانه دادگاه شد و در دادگاه به جرم 2 فقر قتل و 1 فقر آتش سوزی به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد. وکلا و پزشکای روانشناس که به میدان اومده بودن اونها نتونستن برای مارسل کاری انجام بدن. قاضی گفته های پزشک و وکیل رو نادیده گرفت و حکم خودشو صادر کرد. در 15 مارس بیش از 800 نفر در کلیسای قلب مقدس هورنه و اطراف آن در مراسم یادبود قربانیان شرکت کردند. کلیسا با بیش از 500 نفر کاملا پر شده بود و 300 نفر دیگر مراسم را از فضای سبز بیرون کلیسا و از طریق بلندگو دنبال کردند. حدود 12 نفر از اعضای باندیدوس نیز در میان حاضران بودند. در مراسم خاکسپاری جیدون در 16 مارس در گورستان والتفریدهوف هورنه حدود 1000 نفر شرکت کردند. اعضای چندین باشگاه موتورسواران از جمله باندیدوس و هولز آنجلوس در مراسم حضور داشتند. این دفن با مجوز ویژه شهرداری هورنه انجام شد، زیرا سالها بود که در این گورستان مراسم خاکسپاری برگزار نمی‌شد. دلیل صدور مجوز نزدیکی گورستان به خانه والدین جیدون بود. در 23 مارس کریستوفر قربانی دوم در هورنه به خاک سپرده شد. حدود 600 نفر از جمله 40 نفر از اعضای گروه مختلف موتورسواران در مراسم اون حضور داشتند. این پرونده با دستگیری قاتل بسته شد، اما آنچه هرگز بسته نمی شود پرسش‌هایی که بعد از اون باقی میمونه. چگونه یک درخواست ساده، یک اعتماد روزمره میتونه به مرگ یک کودک ختم بشه؟ چگونه انسانی در نگاه اول که هیچ نشونه‌ای از هیولا بودن نداره میتونه چنین خشونتی رو رقم بزنه؟ پاسخ روشنی وجود نداره و شاید همین ترسناکترین بخش ماجرا باشه. جیدون کودک تنها قربانی این جنایت نبود. خانواده‌ای فرو پاشید، محله‌ای برای همیشه حس امنیت خودشو از دست داد و شهری با این واقعیت روبرو شد که خطر همیشه از بیرون نمیاد، گاهی درست کنار خونه است. پشت همون دیواری که هر روز از کنارش بی تفاوت عبور میکنیم، مرگ کریستوفر نشان داد که خشونت وقتی آغاز بشه به سادگی متوقف نمیشه و هر کسی که در مسیر اون قرار بگیره میتونه قربانی بعدی باشه. پس از فروکش کردن هیاهوی رسانه‌ها تنها چیزی که باقی ماند اندوه بود و
خاطره هایی که حالا با ترس گره خوردن. مراسم ها برگزار شدند، جمعیت ها پراکنده شدند و زندگی به ظاهر ادامه پیدا کرد. اما برای کسانی که عزیزانش رو از دست دادن زمان همونجا برای همیشه ایستاد. هیچ دادگاهی نمیتونه کودکی رو به زندگی بازگردونه و هیچ مجازاتی نمیتونه جای خالی انسانهای از دست رفته رو پر کنه. این داستان هشدار بیرحمانه‌ای درباره شکنندگی امنیت و سادگی اعتمادی که هر روز بی‌فکر به اطرافیانمون میبخشیم. شاید مهمترین چیزی که در این پرونده میمونه نه نام قاتل بلکه یادآوری این حقیقت تلخه که شهر همیشه فریاد نمیزنه، تهدید نمیکنه و هشدار نمیده. گاهی آروم میاد، در سکوت عمل میکنه و وقتی ما متوجه حضورش میشیم که خیلی دیر شده. پرونده جیدون بسته شد اما یاد اون سنگینی این جنایت همچنان باقی است. زخمی باز در حافظه جمعی که فراموش شدنش خودش نوعی تکرار فاجعه است.